سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک ویدیو دیگه از هامیسا خوش اومدید. این ویدیو یه خود متفاوت‌تر از ویدیوهای دیگه است. ساتسا جان سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها این ویدیو در مورد اینه که آیا ماشینای منطقه آزاد کاسپیانی همون انزلی آیا ارزش خرید دارن یا نه. ما خودمون خب یه ماشین منطقه آزاد داریم، از این ماشینای حالا بهتون نشون میدم، سوزوکیه. بعد هزینه نگهداریش، نمیدونم هزینه تردد سالیانش و هزینه‌ای که دیگه مابقی هزینه‌هاشو می‌خوایم با هم بررسی کنیم و الان هم تو مسیر رفت به منطقه آزاد هستیم تا اون کارهای اداری که باید سالانه انجام بشه رو انجام بدیم. البته ما با یه خورده تأخیر داریم میریم و احتمالاً جریمه خوردیم. می‌خوایم ریز هزینه‌ها رو بهتون بگیم، اینکه خوبی‌های ماشین‌های منطقه آزاد چیه، بدی‌هاش چیه، اینا رو با هم دیگه می‌خوایم صحبت بکنیم و الان هم تو مسیر کاسپیان هستیم. با ما همراه باشید. اگر این ویدیو میتونه براتون مفید باشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم. ما باید پروانه تردد سالیانه باید تمدید بشه و الان اومدیم که اونو تمدید بکنیم. حالا در پروسه این که شما میخواید تردد رو تمدید بکنید چند تا گزینه هم هستش، از جمله بیمه ماشین و جی پی اس، یعنی در اینه که بخواد تمدید بشه اینا هم باید تمدید بشه. حالا ما فعلا نوبت 144 این فکر کنم 136 داشت چیز می‌کرد. خیلی شلوغه. آره منتظریم بعد بریم انجام بدیم، بعد بریم جی پی اس و اینا رو انجام بدیم. حالا این پروسه به قولی پروانه تمدید تردد خودروه که قیمتاش با توجه به حجم موتور و سال ساخت و اون قیمت ماشینی که هستش متفاوته، یعنی قیمت نیستش. ماشینی که موتورهای بالایی داره سال ساختشون جدیدتره گرون‌تره. ماشین ما 1000 سی سیه برای 2013 قیمتش خیلی کم کف قیمت. حالا پروسش رو دقیقاً بهتون میگم. بچه کلا انزلی یه قسمتی داره به اسم منطقه آزاد کاسپیان بهش میگن. خب که اینجا یه سری ماشین خارجی وارد میشه که اینا به قیمت کمتر از مثلا یه ماشین فرزند هیوندای که توی منطقه هست با یه ماشینی که همون نوع پلاک ملی قیمتش متفاوته، اینجا قیمتش کمتره. ولی این ماشینا یه سری هزینه‌های جانبی دیگه ای داره که ما الان اومده بودیم انجام بدیم، مثل هزینه تردد، هزینه جی پی اس و هزینه بیمه که جدا یعنی بیمه که ماشین داره هیچ، یه بیمه هم واسه منطقه آزاد جدا باید پرداخت کنید که فقط هم با این ماشینا تو خود استان میتونید تردد داشته باشید. از استان بخوایم بریم بیرون باید بیاین اینجا یه برگه هایی بگیرین، 1 ماه میتونید از استان بریم بیرون که باید بیاید اینجا یه پولی پرداخت کنید. به اون میگم مرخصی که به شما پلاک گذر موقت میدن و به ازای تو 1 ماه شما هم میتونید تو گیلان تردد داشته باشید هم کل ایران رو برید و اون هزینه‌ش هم حالا مثلا قبلا بود 1 تومن 2 تومن ولی الان باز شنیدم خیلی زیاد شده هزینه‌اش. آره. خب بچه‌ها ما رفتیم کاراشو انجام دادیم، خیلی شلوغ بود ولی خب کار پروسه سریع انجام شد. البته نصفشون برپرداخت. آره به خاطر اینکه حالا بهتون توضیح میدم دقیقاً داستان چیه. نکنید شما وقتی ماشین منطقه می‌خرید یک سری محدودیت‌ها دارید. محدودیتش اینه که شما در استان گیلان فقط میتونید تردد بکنید. استان گیلان هم تا یک جاهایی میتونید برید، مثلا از سمت شمال غرب میشه آستارا، از سمت شمال میشه مثلا تا فکر کنم رودسر تا نه اون که چیز جنوب به سمت جنوب فکر کنم چه، از سمت لاهیجان و اونورا تا چابکسر زیاد شده. قبلا انقدر نبود، قبلا از این ور تا تالش بود، الان تا آستارا هست، از این ورم تا لوشان، یعنی دقیقاً فاصله مرزی استان گیلان و قزوین زیاد شده، کلا شده استان گیلان. حالا هزینه‌هایی که ما الان انجام دادیم رو میخوام بهتون بگم. ما یه دونه تمدید پروانه داشتیم، ما نزدیک 2 سال
تأخیر داشتیم، تمدید نکرده بودیم چون استفاده آنچنانی نمی‌کردیم. همون نهایت داخل شهر مثلا آتوسا بخواد استفاده بکنه که با جریمه دیرکرد 2 سال و 1 سال تمدید تا سال 405 شد هولوش 7 میلیون. هزینه تردد پروانه تردد خودرو هستش این 3 میلیون خورده جریمه شد. آره برای اون 2 سال. سالیانه هم داره زیاد میشه. تازه حجم موتور ماشین ما 900 سی سی 1000 سی سی کف قیمته. یعنی یه ماشین مثلا 2000 سی سی طرف داشته باشه 3000 داشته باشه. مثلا الان تو منطقه کلی ماشین خفن آوردن، نمیدونم بنز آوردن، فورد آوردن، اصلا ماشین خیلی اینجوری غول آوردن. اونا مثلا 3000 2000 اونا بالای سالانه ترددشون فکر کنم بالای 10 تومنه. یعنی شما در نظر بگیرید یه هزینه سالانه جی پی اس هست که سالانه 120000 تومانه. خب این معقولانه است چون ما یک بار هزینه بگو اگه جی پی اس خراب شده باشه ما یک بار جی پی اس رو هزینه‌شو پرداخت کردیم مثلا 500000 تومان. یک بار شرکت عوض شده بود کلا جی پی اس رو عوض کرد. 600 تومان گرفتن دوباره عوض که اونو عوض میکنه. گفت الان اگه نیاز به تعویض باشه 1 خورده‌ای تمدید سالانه 120000 تومان که برای ما برای همون 3 سال شد 300 خورده‌ای. یعنی تا الان نزدیک 7 میلیون 300 ما هزینه این ماشین کردیم برای تردد و کارهای ادارش. حالا ولی اگه جریمه نمیخورد 3 خورده‌ای بود. نه گفت 2700. آره گفت برای شما 2700. یعنی ما هر سال باید یه چیز نزدیک 3 تومن حالا سال به سال پلاک ملی هم هست. تو پلاک ملی هزینه عوارض شهرداری برای ماشین پرداخت می‌کنیم. همونه چون ما سالانه پرداخت نمی‌کنیم. موقعی که می‌خوایم مبلغ کمتره طبیعتاً دیگه. آره چون ماشین اینجا خارجی ان اکثرا مبالغش بالاتره. یه هزینه بیمه هم میمونه. بیمه قبلا میرفتیم ما بیمه خیلی بهتر بود. بیمه این هزینه کل ماشین رو بیمه می‌کردید خیالت راحت بود. الان بیمه رو میگن ورداشتن، این دردسر شده. یا باید چک بدیم یا باید سفته بخریم. مبلغ ارزش ماشینم ارزش گذاری ماشین با گمرکی اونا 713 میلیون ارزش گذاری شده که ما باید به این اندازه این مبلغ یا سفته بدیم یا چک بدیم. سفتهشو پرسید نزدیک 1 خورده‌ای میشه. خب چون دست چک من دارم و میتونم ماشین با اسم آتوساست ولی میتونم من پرداخت یعنی چک بدم. من چک و فردا میارم. آره حالا قرار شد که ما همه رو پرداخت کردیم اون یه چک فردا تحویل میدیم. متاسفانه آره یه خانم خیلی بد اخلاق بود. همشون اونجا به نظرم خوب بودن. داشتم نگاه می‌کردم این یه دونه که اصلا بد اخلاق تر بود گیره من. اینقدر سرشون شلوغ بود خیلی شلوغه. بعد حالا قرار شد کلا اصلا اولا فاز داشت. آره اصلا یه چیز طرز عجیبی بود. اگر این ویدیو رو دیدی 1% خانومی که اینجا کار می‌کنه خود خوش اخلاق باشه. حالا در کل الان اگه بخوایم نظر بدیم که این ماشین‌های منطقه آیا ارزش خرید داره یا نه، من الان فکر کنم نزدیک 5 سال این ماشین رو دارم. درسته؟ فکر کنم 5 سال دارم این ماشین. ببین ماشین خیلی خوبیه، خیلی کم مصرفه، خیلی کوچولو موچولو همه جا جا میشه ولی قطعاتش متاسفانه مصرف سوختش خیلی کم ولی قطعاتش پیدا نمیشه متاسفانه. یعنی من الان یه قطعه ماشینم به مشکل برخورده باید از دبی یا ترکیه وارد بشه، اصلا نیستش تو ایران. حالا البته خب چون این ماشین کمه اینجوره، ماشینای دیگه اینجوری نیست ولی اینو در نظر بگیرین دیگه. شما وقتی یه ماشین مثلا خوب درسته می‌خرین با یه قیمت کمتر ولی این هزینه‌های جانبی رو داره. شاید همون مقداری که یه ماشین ملی رو دارید میگیرید مثلا اون هزینه‌ها همونقدر واسهتون تموم بشه این هزینه‌های سالانه‌ای که باید بدید. آره ببینید ماشینای منطقه خوبیش اینه اگر شما ماشین پلاک دارید. خب ما یه 206 داریم پلاک داریم، خارج استان رو با میریم، داخل استان حالا سعی می‌کنیم تا جایی که بتونیم با این رفت و آمد کنیم با توجه به مصرف سوختش، اتومات بودنش، راحتیش اینو استفاده می‌کنیم. ولی باز هزینه نگهداری ماشین منطقه خیلی زیاده بچه‌ها. فروشش هم سخته و اینکه انقدر تنوع زیاده. یعنی هر سال ماشین الان که میگم این گمرک باز شده ماشین خیلی عجیب غریبی داره میاد که اصلا واقعا فروش بعد تازه طرف مثلا میگم 400 500 میلیون داشته باشه میره ماشین ایرانی میخره یا مثلا 700 800 تومان داشته باشه میره ماشین ایرانی میخره چون قطعاتش پیدا میشه، هزینه‌اش کمتره. ماشینای 1000 سی سی منطقه رو میشه 700 800 تومان خرید ولی قطعات و نگهداریش خیلی زیاده. باید ببینید که آیا میتونید از پس هزینه‌اش بر بیاید یا نه. ولی خب شما در کنار اینکه هزینه پرداخت میکنید یک ماشین خارجی سوار شده. الان این ماشینی که ما هستیم ماشین سوزوکی خب ژاپنیه، یک ماشین فوق العاده، یعنی واقعا میارزه به همه ماشین ایران خودرو و سایپا از لحاظ
قدرت، کیفیت، اینا اصلا ماشین نامیرایی هستن. یعنی شما اون حداقل هزینه رو براش انجام بدی دیگه هیچ هزینه جانبی برای شما نداره. اتفاقی هم که برای ما افتاد به خاطر اینکه ماشین برای سال 2013 و باید یه تغییرات، یه سری چیزاشو عوض می‌کردیم. شما فکر کن چند سال داره کار می‌کنه. خب بچه‌ها گفتم ماشینم به شما نشون بدم که به قولی ببینید چقدر کوچولو و جمع و جور نکنید. این که اس سوزوکیه، این پشت آمپرشه بچه‌ها. اینم دور موتور رو نشون میده. بعد اینم که دنده نکنید اتوماتشه که به این زیبایی میتونید جابجا کنید و حرکت کنید ماشینم. با اینکه 900 سی سی ها، ولی خدا وکیلی دارم میگم وقتی اینو گاز میدید شما، گیربکسش انقدر خوب و قویه، سری ماشین دور برمیداره.